عمو جون خیلی خوب جای اومدی. ما دستمون برکت داره. یعنی چجوری میشه؟ بزرگ شدی میفهمید چه لطفی در حقت کردم. آره وارد سیستم. بفرمایین اتاق عمل الان میاین. حمید جان ببین نون از کجا در میاد ببین. ولی حلاله. فقط یکم میگم دست درد نکنه، یکم کوتاه چیز کنی ها، بتونه بزرگ شد استفاده کنه. داداشم خیالت راحت، با ما کلا داییام قصاب بودن. داداش فکر کنم ایشون قصاب نبوده، آرایشگر بود. نه نه یه دقیقه سرشو بگیر. اونقدر نه حمید جان، اونقدر نه، اونقدر. این چی بود؟ خون بود. اینو یه دقیقه احیا کن، اینو احیا کن. کارن جان دخترم بلند شد، تموم شد. بلند شد. خانوادت کجاست؟ من پدرتو در میارم. خبره آقای محترم، مرکز دولبالانو گذاشتی بالا سرت. هیچی نشده بابا، دامن ببین چقدر بهش میاد. پسر بود شده دختر، مهم اینه که سالمه، نفس میکشه. یعنی چی پسر بوده دختر شده؟ نگاه کن رفیقم گشت کرده، خدا ازتون نگذره. همه دکتر